در کتاب اصول کافی دوستان اگر نشون بدن جلد 1 و 2 در صفحه 348 در اینجا در باب 201 باب دعایم الاسلام روایت 1490 در اینجا میگه که عن ابی جعفر علیه السلام قال از امام محمد باقر روایت شده که ایشون گفت بنی الاسلام علی 5 اسلام بر 5 چیز بنا شده علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه ولم ینادى بشیء کما نودی بالولایه بر هیچ چیزی ندا داده نشده تاکید نشده مثل آن که بر ولایت تاکید شده یعنی ولایت مهمترین چیز است در اینجا میگه که بنی الاسلام علی 5 علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه یک چیزی ناقص است اول کلمه شهادت ظاهرا نگفت اصل دین است ببینید میگه که اینو از کی روایت میکنن این تهمت رو به کی میزنن به امام محمد باقر میزنن که یکی از علما و ائمه اهل سنت هست ما روایت های فراوانی از ایشون داریم در کتابمون در اینجا میگه دین اسلام بر 5 چیز استوار هست اصل دین رو که شهادتین هست کلمه توحید هست میگه دروغ حافظه نداره موقعی که خواست این یکی رو انداخته اصل روایت درست است بنی الاسلام علی 5 روایت است که از پیامبر روایت شده منتها اینجا خواسته یک چیزی رو اضافه بکنه ولایت رو اضافه بکنه مجبور بوده یک چیزی رو کم بکنه از اینجا چیکار کرده مجبور بوده که شهادتین رو کم کرده کلمه توحید رو کم کرده کلمه توحیدی که به وحدان میگی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله یعنی مهمترین رکن دین رو حذف کردن برداشتن به جاش چی رو آوردن به جاش قضیه ولایت و امامت رو آوردن